باید انسان درک نماید که همه کارها به دست الله سبحانه و تعالی است. هر چیزی را که الله بخواهد می شود و هر چیزی را که نخواهد نمی شود. آنچه که برای انسان تعیین شده است حتما به او می رسد، اگرچه همه مردم مخالف آن باشند، و آنچه که برای او نوشته نشده است هرگز به دست نمی آید، اگرچه گنجهای قارون را هم صاحب گردیده باشد. آنچه گذشته است دیگر بر نمی گردد. آینده غیب است، به جز الله کسی نمی داند. پس برای انسان جز ساعتی که در آن قرار دارد چیز دیگری نیست. بنابراین این روزی که در دست داری رو استفاده بر و آموختن علم با توکل با الله سبحانه و تعالی و رضا با قضا و قدر او روزت را زیبا بگردان و تلاش نما چیزی از احکام شریعت را، خاصتا توحید و سنت را از بر نمایی و توفیق از جانب پروردگار است. پروردگارا ما را ناامید مگردان.